بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقتی شهر پراگا رسیده است تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخط موضوعهای برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در برنامه اخبار آزادی خواهید دید. تفصیلات نو و پس از 5 روزی ناپدید شوی سعدی کماندیر. جزئیاتی نو و تازه از کنار دریای وخش محلی ناپدید شوی سعدی کماندیر. سنگ‌های خونالود و عرابه از دریا یافت شده از چی شهادت می‌دهند؟ فرضیه‌های نوی ناپدید شوی از زبان خبرنگاران رادیو آزادی از ساحل دریای وخش، جایی که پلکونیک ناپدید شد. در برنامه اخبار آزادی گزارش از محل حادثه داریم، ما را همراهی کنید، آن را با هم می‌بینیم. بیننده ارجمند، ما قریب در هر نشر برنامه از این یا آن مشکل مهاجران کره تاجیک گزارش میدهیم. در این نشر برنامه هم گزارش داریم از مشکل فرزندان مهاجران در مکتب‌های روسیه. نسل دومی مهاجرت هم به مثل والدان خویش در مکتب‌ها احساس بیگانگی در روسیه میکنند. گزارش داریم از یک مکتبی میانه شهر مسکو که برخی از والدان روس نمیخواهند فرزندانشان با پسری مهاجران در یک میز نشسته درس خوانند. ریشه مشکل از کجاست؟ ندانستن زبان و یا بیگانه ستیزی مسکوی ها؟ منتظر باشید، در این باره برایتان خواهم گفت. عائله دار شدن میخواهید؟ دیگر معلومات نامه دکتر برایتان کفایه نخواهد بود. پس از این به صحبت روانشناس و یا پسیخولوگ آماده شوید. من بعد در تاجیکستان قبل از ثبت رسمی نکاح در مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی خلاصه روانشناس طلب کرده می شود. روانشناس با داماد و عروس صحبت کرده در مورد وضع روانی هر دو خلاصه می دهد و تنها پس از خلاصه روانشناس مقامات عریضه ازدواج کنندگان را قبول می کنند. چرا نوخانه‌داران را از صحبت پسیخولوگ می گذرانند؟ منتظر باشید، در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. گلنورا کریمووا، دختر کلان اسلام کریموف، پرزیدنت سابق ازبکستان، در رویخط تحریم شده ها بنابر قانون ماگنیتسکی باقی ماند. قصر سفید 19 دکبر اعلان کرد که تحریم ها را نسبت شهروندان ازبکستان، اوکراین و روسیه که در پایمال کردن حقوق انسان دست داشتند تمدید میکند. در این فهرست چند از مقامداران بلندپایه روسیه از جمله دادستان کلی روسیه یوری چایکا شامل هستند. با تمدید شدن تحریم ها تقدیری میلیون ها دلار سرمایه گلنورا در بانک های آمریکا چه خواهد شد و خود او را چه منتظر است؟ برنامه اخبار آزادی را ببینید، درباره این خواهم گفت. بیننده ارجمند، مهاجران را پذیرفتن نمیخواهید، پس 6 روز کار کنید. ویکتور اوربان، رئیس جمهوری مجارستان که مقابل آمدن مهاجران به کشورش است، قانون کار 6 روزه را در کشورش جاری کردن است. اما مخالفان این قانونی کار را قانونی غلامی نامیده دست به اعتراض ها زدند. اما پرزیدنت مجارستان اعتراض ها را کار دستی جورج سوروس میداند. میخواهید دانید چرا؟ پس تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صفحه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادنا کلاسنیکی دسترسند.